چه خبرها؟ می‌رسید که اولین روزی که شما یه تیشرت بیرونو تو خونه میپوشین دردناکترین روز زندگی، یعنی یه دوره به پایان رسید. این یکی برنده مورد علاقه منه. یادم اینو دبیرستان بودم کار کرده بودم، خریده بودم. نپرسید چی کار، دلالی کرده بودم. درست کیه پیام میده، درست نبودش سبک زندگی اون موقع. و اینکه حالا بگذاریم آره نبودم، دلم عجیب غریب براتون تنگ شده بودش، ولی خب یه سری تغییراتون به وجود اومد از نظر ذهنی و اینا، و اونم اینه که برای مثال من پولای پشت سرم رو تقریبا دارم خراب میکنم که تو اون مسیری که دوست داشتم و قدیم و آرزوم بوده حرکت بکنم. و خب تا الان که مثلا شروعش تنبلی داشتم، نمیخوام بگم نداشتم و اینا، ولی خب مهم نیستش. توی مدتی که نبودم خیلی از کار نیمه تموم کردم، یه سری کتابا رو تموم کردم، یه سری دوره‌ها رو تموم کردم. از نظر روحی سبک شدم. اولش اینجوری بود که داشتم میرفتم بالا، بعد اصلا به این قله‌ای نمیدونم چه اتفاقی برام افتاد اینجوری اومدم پایین، بعد دوباره دارم میرم بالا. احساس میکنم توی یه دونه چیز کوسینوسی هستم، شایدم سینوسی هستم، ولی کم کم ارتعاش کم میشه، این خط صاف میشه. الان خیلی اینجوریه، بعد یه مدت این اصلا آروم میشه، بعد حالا اوکی میشه دیگه. اومدم راجع به یه سری چیزا صحبت کنم ازتون. یعنی این قسمت خیلی پیچیده تر از بقیه قسمت هاست. یعنی همیشه من صحبت رو که شروع میکنم ول نمیکنم تریبونو. آره خلاصه آقا، یه چند وقت پیش من یه کفش آگهی کرده بودم، یه کفش دخترانه بودش، یه تک سایز دخترانه مونده بود، خیلی هم گوگلی و خوش رنگ بودش. اینو آگهی کرده بودم، عکس دست خودم بود. حالا آگهی کفش اصلا فروش رفته، آگهی اصلا برداشته شده. و اینکه کات چرا کجه. آره خلاصه آقا، دیدین تو دیوار اون باله یهو میزنه چتای نامربوط، یهو محسوس کنم نور خیلی روشن، آدم اوور اکسپوز میشم یه جورایی. داری اصطلاحات عکاسی رو بلد باشه. آره خلاصه و اینکه چی می‌خواستم بگم؟ آره یه پیام دادش که بخشی جوراب استفاده شده برای ورزش و اینا دارین؟ بعد من اینجوری بودم که داداش مگه دست منو ندیدی تو عکس؟ یعنی چی جوراب مراب؟ بعد کنجکاو شدم، یه خورده شیطون گولم زد، باش صحبت کردم، گفتم آره دارم. بعد گفتش که آره میخرم و شماره کارت. یعنی من بقیه وقتا میخوام بفروشم کتونی کونم پاره میشه، میخوام یه جنسی بفروشم کونم پاره میشه، این ور اون ور، به این بگو به اون بگو، اینجا آگهی کن اونجا آگهی کن، بذار مغازه فلانی فلان کن بیسار کن، نمیره. این درچو گفت شماره کارت. بعد من اینجوری بودم که چقدر میدی؟ حاضر بود 2 تومن برای یه دونه جوراب بده. 2 فاکین میلیون، $20. 2 میلیون $20. $100 میشه 8 میلیون. آره دیگه $25. و اینکه این لحظه فکر کنم باید دلار کمتری بشه، $10 بشه مثلا. بعد اوکی بود بفرستم براش، بعد اصلا نگفت ببینم، نگفت کی تو، گفت شماره کارت. گفتم شماره کارتم بدم میزنی؟ بعد دیگه گفتم خدا ول کن دیگه، اون آقا اینجوریه، ما که اینجوری نیستیم که این پول بگیریم. یه خورده پول لازم بودم، واقعا یکی 2 دقیقه کلنجا رفتم با خودم تا اینکه منصرف شدم نفرستم براش. ولی خب شما بگین که نفرستادم، واقعا هم که نفرستادم، ولی به فکر فرو رفتم. یه اوضاع خیلی کیریه آجی. یه سری چیزا میشنم تو بازار رو از دوست و آشنا و اینا، عجیب غریبه.
نگم بهتره. خودتون میدین شهر چجوریه دیگه. داداش گلم حواستون خیلی جمع کنید، خیلی اصلا. حالا تو خارج خیلی بدتره شرایطشون، تو ایران هم داره بد میشه. من از نظر مذهبی اینو نمیگم، از نظر انسانی دارم میگم. مریضی زیاد آقا، نمیتونیم ما با هر کسی که نمیتونیم چیز بکنیم که مریض میشیم دیگه. حواستون باشه. حالا این از این دانه دختر رو گفتم، این و پسرها موضوعشون خرابه آجی. این چیه جورابو نمیدونم برین روم و فوش به مادرم بده خدایا کیرم توش. من اصلا نمار راجع این چیزا صحبت کنم. آره خلاصه این یه اتفاق جالب بود که برام افتاده بود. و اینکه یه چیز دیگه میخواستم بگم، اونم اینه که چی خواستی صحبت کنی؟ شروع کردم یه سری فیلم های قدیمو که خیلی وقت پیش دیده بودم دیدم، مثلا تک و توک، و رسیدم به امریکن سایکو. دیوانه آمریکایی کولاک میکنه این کشتیگیر بر روی دوشک بی سالون آلیانز آرنای شهره. خلاصه که داشتم اینو میینم و من به نچیزم که واجه من کسخل بودم. این سریال رو این فیلم رو اون موقع میدم نفهمیدم انگار اصلا داستان چیه، چی میگه این. و اینکه یه نکته هم که خیلی جالبه، اکثر این دیوونه های تو فیلم ها مثلا تو فایت کلاب و توی همین امریکن سایکو اینا با یکی دو سریالی که دیدم سن شخص اصلیشون همسن و همسال خودم، همسن سال خودم. بعد اینجوری بودم که چقدر جالب، منم الان تو این سنم و دقیقا این چیزها رو دارم تجربه میکنم. این چیزا داره میره رو مخم، این چیزا تو ذهنمه، اذیتم میکنه، طرز فکرم اینه. بعد گفتم که حاجی واقعا میگن شاید مشکل تو یه جایی توی کتابی یکی مشکل تو رو داشته قدیم، کتابش کرده داده بیرون، همینه ها. یه دوستی من گفت با کلوت برنم، همینه ها. بعد آره واقعا یعنی ممکنه یه جایی گوشیم پر شدش، ممکنه یه جایی توی سائوپائولو توی سائوپائولو یه آقای مشکل شما رو داشته باشه، راجبش کتاب نوشته باشه و متوجه بشین که چجوری باید مشکل رو حل بکنید، به همین سادگی. و عیبت خودم خودمم جز پلنام هست، کتابایی که میخونم، کارایی که میکنم، اکثرا کتابه دیگه، کارامو نمیگم. کتابایی که میخونم و براتون میگم بهتون، مثلا قانون 5 ثانیه رو بهتون میگم، پدر پول و پدر بی پول رو میگم، تخت خوابت رو مرتب کن رو میگم بهتون، کیمیاگر رو احتمالاً بگم. آره خلاصه. و اینکه من با این داستان ادبیات روانشناسی زرد و این چیزا یه کوچولو مشکل دارم. مثلا همون کتاب تخت خوابت رو مرتب کن، ببین اونم تجربه فردی یه انسانه دیگه، ممکنه به بعضیا کمک بکنه. من خودم به این رسیدم که کارهای کوچیک، یه سری کارا به من انرژی میده برای ادامه روزم. اصلا صبحمو یه جوری شروع کردم با یه جوری دیگه شروع کردن، زمین تا آسمون برام متفاوته. یعنی من صبح 7 صبح خواب پا میشم، این گوشی دست بگیرم بلافاصله کل اون روزم بگا رفته. یعنی دیگه تا بعد از ظهر همش شی میخوام برم تو گوشی و فلانه، ولی من اگه مثلا 2-3 ساعت اول اصلا دست بهش نزنم، به کل کارهایی که تو اون روز برای خودم نوشتم همون اول روز رسیدم. این فکر کنم مثلا میشه قورباغه رو قورت بده، همچین چیزی. و اینکه واقعا اثر داره، تاثیر داره. شما هر کتابی یه چیز کوچیکی ممکنه که ذهنتو تغییر بده و اونو بگیری بری تا تهش، اوکی دیگه زندگی. ببین تجربه خودم رو بخوام بگم الان راجع به زندگی، حال کردی چجوری دستی کشیدم برساز کردم. من الان 25 سالمه دیگه. میگن شما از 1 سالگی تا 25 سالگیتون همونقدر تو ذهنتون طول میکشه که از 25 سالگی تا 70 سالگی. چرا؟ چون که شما هر چقدر پیرتر میشین زمان براتون زودتر میگذره. بچه‌ای که تازه به دنیا اومده، بچه 2 ماهه، اگه یه روز باباشو نبینه، خب 1/60 از عمرش باباشو ندیده.
یعنی برای یه مرد 60 ساله میشه 1 سال از زندگیشو ندیده باباشو مثلا. می‌دونی چی میگم؟ یه همچین اشلیه تقریبا. و اینکه آره دیگه ما بچه بودیم، من واقعا منم سوال بود، خود این پیرمردا تو باغن، توی پارکن، این ور اون ور همینجوری نشسته زول زده به جلو. خب چرا این کارو داری میکنی؟ زمان برای زودتر میگذره، مثلا 1 ساعت اونجا بشینه انگار مثلا نیم ساعت نشسته. همین. یه چرخی تو خونه میره، از خواب بیدار میشه یه چرخی میزنه تو خونه، یه بیرونی میره، یه خریدی میکنه، میرسه خونه شب شده. 3 تا نمازو سریع پشت سرم میخونه، شبه. حالا اگه آچخانه باشی میره رو آچخانه، من این نباشم به هر حالیه. البته پیرمرده اینجوری نیستن دیگه. اگه شما تو جوونی بتونی افسار این لامصای پایین تو، من پیجم این صفحه مال پسراست و دختران نباید ببینن این چیزا، اصلا رازای ما لو میره آقا. یه سری چیزا هستش که بین دخترها کیری پشت همن، ما پسرها عجیب غریب ضد همیم. چرا آخه؟ چرا ما هم دیگر رو به کس میفروشیم؟ چرا یه دختر میتونه روابط یه گروه پسر رو به هم بزنه ولی یه پسر نمیتونه مثلا یه مدرسه دخترانه رو بگاه بده؟ چرچیل باش برادر من، ببین که چجوری هن اینا. نمیگم اذیتشون کن، ولی آگاه باش که اینا چجوری هن، بازیشون چجوریه. باشون بازی کن قربونت برم. بازی کردن اشکال نداره دیگه. Hate the game not the player man. همینه. چی بود چه میون پشت؟ آره خلاصه داداشتونم حالش خوب بود تو این مدت، خوشو پیدا کردن، بعد براتون ویدیو میذاره، کارهایی که میکنه 100% بجز این که بیام جای دوربین کوچر بگم براتون، یه محتوای زیبا و جذاب براتون آماده میکنم. نور بدید به من. یا حسین بابا نور بده دیگه. و اینکه برادر به اینجا من نمیخوام شبیه آیسان اسنه باشم، ولی خب آیسان یک کوچولو رو من تأثیر داره دیگه. برادر این چشه کسیه که همه چی میخواد، نه کسی که همه چی داره. میدونم تو هم مثل منی، تو هم توی کشور زندگی میکنی که به دست آوردن خیلی چیزا سخته ولی شدنیه. من دیدم، من با یه سر رفیقام میرم بیرون که تو 1 سال گذشته انقدر پول جمع کرده از صفر، تو بیزنسی که 3 سال براش تلاش کرده 1.5 سال کارش گرفته و داره از اون پول در میاره، داره اسکناس میکشه بیرون، 207 خریده، همه کاراشو کرده. شما اگه با عقلت بری جلو، کار کارمندی نکنی دیگه، منم هستم تو این کشور دیگه، با 15 تومن نمیشه ستونم. شاید برید کارمند بشی، تو کارمندی کانکشن بزنی، اگه این پلن داری اوکی میتونی موفق باشی، ولی مثل من بیلمزی توی رشته پانش برو کارمند شو. من همین میترسم، من نمیخوام کارمند بشم، دارم با خانواده‌ام میجنگم، با پدر مادرم مخالف اینن، من دارم باشون میجنگم و فلان و اینا، ولی من دیدم که میشه. من همین دیروز با یکی از دوستام رفتم بیرون، جلو چشم $30,000 خرید. 30,000 تا دلار خرید. میشه چقدر 30,000 تا؟ خودکارم نیست اینجا. میشه فکر کنم 202 میلیارد و 100 فکر کنم. آره من پولا رو میبینم دیگه. موجودی من 70,000 تومنه ستونم. ولی شدنیه. من با این دوستان میرم بیرون، با اینا هستم که ناامید نشم، میبینم این پولا رو، میگم باجی اگه اینا میتونم، ما که اینجوری نیستیم، ما هم میتونیم یه روزی به این برسیم دیگه. مطمئنم تو هم که این ویدیو رو داری میبینی مسیر خودتو پیدا میکنی، دیو میشی. من تو مسیر دیو شدن خودم هم. دیو شدن یعنی این که به بهترین ورژن خودم برسم و مطمئنم که تو هم میتونی. دوست دارم، موفق باشی، یاد باشه ترسو مرد. خداحافظ.